قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یک قانون منحصر به فرده. 6 وزارتخانه و 8 دستگاه باید در اجرای این قانون به سازمان ثبت کمک کنند. زمانی که قانون لازم الاجرا شد، عزیزان عنایت کنند، در 3/4/1403 قانون لازم الاجرا شد. برخی از مواد قانون مهلت تعیین کردن که ما آمادگی رو داشته باشیم برای اجرای قانون، مثل ماده 10 که ما ظرف 1 سال سامانه رو ایجاد کنیم، راه اندازی کنیم و به مردم اعلام کنیم و مردم ظرف 2 سال اسناد و مدارک عادی رو بارگذاری کنن و ظرف 2 سال هم سند بگیرن. اما برخی از مواد به محض اینکه قانون لازم الاجرا میشد باید ظرفیت اجرا را فراهم میکردیم بدون فرصت. همچنان که تبصره 4 ماده 1 این قانون اعلام میکنه که در خصوص اسنادی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شدن مشمول این قانون هستند. حاج آقای خلیل، این سند سبز رنگ از زمانی که قانون لازم الاجرا شد 3/4/1403 قانون لازم الاجرا شد، زمانی که قانون لازم الاجرا شد من در خصوص این اسنادی که از این مبدأ تاریخی صادر میشن باید قانون رو حاکم کنم. ولی من مردم رو باید آگاه کنم که اگر از 3/4 شما سند رو گرفتید دیگه باید تابع قانون الزام بشید. خب چطور ما به مردم آگاهی بدیم؟ ما قبل از 3/4 اسنادی که صادر میکردیم به رنگ قهوه‌ای بود. این اسنادی که قبل از 3/4/1403 بود. عنایت کنید، ما قبل از لازم الاجرا شدن قانون، یعنی قبل از 3/4/1403 سندی که صادر میکردیم به شکل قهوه‌ای رنگ یا آجری رنگ بود. اومدیم اسناد رو به رنگ سبز صادر کردیم که یک وجه تمایز ایجاد بشه. در ظهر سند یا در پشت سند هم قید کردیم که این سند مشمول تبصره 4 ماده 1 قانون الزامه. یعنی اگر در خصوص سند سبز رنگ قولنامه تنظیم بشه، سند عادی تنظیم بشه، هیچ اعتباری نداره. دادگاه اصلا قبول نمیکنه، کنه اصلا وجود نداره. حتی در دستگاه دولتی هم قابل قبول نیست. در خصوص این سند سبز رنگ ما اختیار رو گرفتیم که سند عادی تنظیم نکنن. خب نقل و انتقال به چه شیوه انجام میشه در خصوص این سند سبز رنگ؟ از 3 مکانیزم. مکانیزم اول در ماده 2 قانون الزامه، یعنی مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم نقل و انتقال. پس شما میتونید اقدام رو انجام بدید، اما بدون هزینه. همینجا به تمام سردفترها من هشدار میدم اگر در خصوص تنظیم اولیه نقل و انتقال هزینه دریافت بشه، همونطور که جناب آقای سعادتیان هم بخشنامه صادر کردن و ابلاغ شده، تخلف انتظامی محسوب میشه. چون شما نقل و انتقال انجام نمیدید، قدم اولیه رو انجام میدید برای نقل و انتقال. پس سردفتر در قسمت اول حق دریافت هیچ گونه حق و زحمه رو نداره، چون نقل و انتقال رسمی رو انجام نداده. اما مکانیزم دوم برای نقل و انتقال اسناد سبز رنگ، ظرفیتی که در ماده 3 پیش بینی شده، یعنی مراجعه به مشاورین املاک و استفاده از ظرفیتی که در ماده 3 تعریف شده. خب مشاورین املاک چیکار میخوان بکنن؟ آیا بازم مباین نامه؟ نه. مشاور املاک حق نداره در خصوص سند سبز رنگ قولنامه تنظیم کنه. در خصوص این سند سبز رنگ حق تنظیم و مباین نامه نداره، باید پیشنویس تنظیم کنه. پیشنویس ارسال میشه به دفترخانه. عنایت کنید، حق تنظیم مباین نامه و سند عادی نداره و اختیارش فقط به پیشنویسه. اما ظرفیت بعدی ما که الحمدلله نهادینه شد، نهایی شد و از اول اردیبهشت ماه هم در سامانه بارگذاری شد. اون ظرفیت تبصره 2 ماده 3 14 قرارداد استاندارد که ماهیان ما در معاونت حقوقی
از بعد فنی کار شد و تقریبا بدون ایراد و مورد تایید معاونت اول قوه قضاییه قرار گرفت. به ما ابلاغ شد، در سامانه بارگذاری کردیم و اگر مردم خودشون خواستن یا مشاورین املاک خواستن میتونن از ظرفیت تبصره 2 ماده 3 استفاده کنن، یعنی قراردادهای یکسان.